یک همبرگر بین 5 نفر تقسیم می شود، اما فقط 4 تکه دارد. نفر اول یک تکه برمی‌دارد و تا زمانی که نوبت به نفر پنجم میرسد همبرگر تمام شده است. با اینکه همبرگرهای بیشتری روی میز ظاهر میشوند، اما نفر پنجم هیچ وقت نمیتواند حتی یک لقمه بخورد. این نشان میدهد که زمانبندی چقدر اهمیت دارد. اول بودن همیشه به معنی گرفتن بهتری نیست، اما آخر بودن ممکن است یعنی هیچ چیز نصیبت نشود. این تقسیم بندی شاید منصفانه به نظر برسد، اما در واقع اینطور نیست. آنهایی که همیشه چیزهای خوب را به دست میآورند، همچنان آنها را به دست میآورند و آنهایی که نمیگیرند هیچ وقت هم نخواهند گرفت. در صحنه بعد 6 نفر در قالب یک هرم انسانی روی هم قرار گرفتند. همه دهانهایشان باز است، اما فقط کسی که در بالای هرم قرار دارد میتواند همبرگر بخورد. همین حرکت بارها و بارها تکرار می شود. در پایان نفر بالای هرم چاق می شود، در حالی که کسانی که در پایین هستند لاغر و استخوانی باقی میمانند. این نشان می‌دهد که افراد بالادست از تمام مزایا بهره مند می‌شوند، در حالی که افراد پایین تنها سکوی پرتابی برای رسیدن آنها به مزایا هستند. در صحنه بعدی یک زوج جوان در حال قرار گذاشتن در رستوران دیده می‌شوند. زن همبرگر را در دست دارد، ظریف و باوقار به نظر می‌رسد. اما به محض اینکه مرد سرش را برمیگرداند، زن دهانش را بزرگ باز می‌کند و کل همبرگر را می‌بلعد. وقتی مرد برمیگردد، زن دوباره به همان حالت ملایم و بامزه‌اش باز می‌گردد. این حرکت بارها و بارها تکرار می‌شود. با این حال مرد فقط روی ظاهر آرام و دلنشین زن تمرکز دارد. این نشان می‌دهد آنچه می‌بینیم همیشه واقعیت نیست. در صحنه بعد 3 مرد مشغول برش دادن یک همبرگر هستند. اما مهم نیست چقدر آن را برش می‌دهند. همبرگر هیچ وقت کم نمی‌شود. همیشه به همان شکل باقی می‌ماند. درست مثل زندگی واقعی که کار هیچ وقت تمام نمی‌شود. در ادامه 4 نفر دست هم را گرفتند و دور یک همبرگر حلقه زدند. همبرگر درست جلوی آنهاست، اما هیچ کس نمی‌تواند آن را بخورد. مثل قول‌هایی که رئیس برای ترفیع و افزایش حقوق در آینده می‌دهد. خوشمزه به نظر می‌رسد، اما هیچ وقت به آن نمی‌رسی.